سلام بچه ها، خوش اومدیم به ماینکرافت آموزش ساخته دستگاه سکار کشنده ماینر و کلاچر. خب ببینید و آسانسور ساز، ببخشید میگم کلاچر. ببینید شما چه سیستمی رو میسازید. خب تو اینو پر آب و تو اینو پر TNT میکنید. خب بعد حالا ادامه‌اش رو بهتون بگم. بلاک حالا الان میتونید بکنید. خب اینجا لیور میذاره که هر وقت آنش کنید دستگاه کلاچر آن و با گذاشتن بلاک و با بچه ها ببینین. خب ببینید بچه ها با بلاک برای اینکه ما باید یه جایشو بشینیم، به خصوص همینجا هم باز باید بشینیم، اینجوری میاریم. خب بچه ها ببینید اینجا هم باز استیکی پیستون نیاز دارید. خب اینجوری استیکی پیستون، نه ببخشید یکی عقب تر استیکی پیستون نیاز دارید، اینجوری. خب اینجا فکر کنم درسته بچه، همینجا. خب استیکی پیستون، بعد این نو، بعد یه بلاک اینجا میزنید. ردستون نذارید خواهشن، چون بلاکی. خب بعد اینجاش هم یه لیور. خب اتاش این شکلی سازه میگیره. بعد حالا چجوری ماین کن؟ ببینید بچه ها ما یه ذره به سیستم ریدستونی و اینجور چیزا نیاز داریم. خب الان ببینید ما برای ساخت این ساز یه ذره باید اینو اینجوری کنیم. خب ببینید بچه ها الان این ابزرور دو تا ابزرور اینجوری میذاریم. ببخشید چرا این باگه داداش خوبی؟ ها بچه ها ببخشید من اشتباه گفتم، برای کار کردن ابزرور با این شکلی گذاشت. خب حالا اینو وای قرمزیش به این ور، اینم اینجوری. اینا شروع میکنن کار بکنن. خب من دوباره اشتباه گفتم، متاسفم دوستان، جهت پارکور داشت. خب اینجوری اینا شروع میکنن که کار کنن. ببینید اینجا ایزد بلاک بذارم راحت برم و بیام. خب ببینید بچه ها اینجا الان اینا کار میکنن. خب وای بچه ها ببین شک میکنم آلزایمر دارم، دارم اشتباه بهتون میگم. اصلا من سازه خیلی وقت پیش ساختم عادیه. خب بچه ها ببینین اینجوری باید برای این کار هم یه استیکی پیستون به اینجا بزن که اینو بخواد هول بده. خب به این شکل ده بابا. ها این یه استیکی پیستون با رد استون اینا رو برسونین به هم. ردستون. خب ببینین بچه ها من الان به این یه ردستون اینجوری میزنم، میارمش. وای بچه ها نباید به اینا نباید به لیورهای دیگه اتصال ردستون رو پیدا کنن. اینجوری میاریدش یه جای مخصوص رو انتخاب میکنین برای استفاده ردستونه. من اینجا رو انتخاب میکنم. خب ببینید ردستون. حالا ببینید بچه ها اگه من لیور اونو، اگه من بیام اینجا یک لیور بزنم اینو روشن کنم، میاد و اینجوری اینو هول میده، باعث میشه که این از کار بیفته. خب پس ما اینو از کار میندازیم، اینو میذاریم اینجا با یه بیره ردستون بلاک. خب الان این سیستم دو کار چند کاره ما آماده است. خب ببینید همه خواهم شده. اول میخوام سیستم TNT ماینر رو بذارم. اینو که اینجوری بذارین شروع میکنه متاسفم ماین کنه، ولی گندی
بچه متاسفم. خب بچه متاسفم یک گند ریزی من زدم. حتی خیلی ریز بود، نگران نباشید. خیلی ریز بود، خیلی. آره داره بود. خب بچه ها من نمیدونستم ابزرور اینو میکنه. خب اینو سریع از کار میندازیم که نیارومون. خوب اینو هول میدیم. خب بچه ها بعد اینجا اینو میذاریم. دوباره دیسپنسر بلاک دیسپنسر. حالا بچه ها شما میتونید با سیستم راحت و ساده اینو اینجوری من میکنم که بعد تداخل پیدا نکنه باشه. الان ببینید بچه ها اینو میکنم، اینم میکنم. بعد از اینجا ریدستون میکشم به اینجا، اینم میکنم. خب حالا میبینید حالا این کار نمیکنه توش. بچه ها چون که بچه ها ببینین چون که من الان چیزشو ندارم مینویسم TNT. خب و یک TNT میارم. بچه بلاک آف ریدستون میخواستم. خب بچه ها متاسفن دارم ریدستون بیارم. ریدستون. خب بچه خدا بخواد دیگه چیزی نیست. ریدستون یه بلاک آف ریدستون. خب دوستان هج الان ما اینجا با استفاده از سیستمی تکنیکی اینو میکنیم، یکی دیگه میاریم جلو و اینجا اینو میذاریم. اینجا هم خب اشتباه دوباره من، اینو اینجا باید بذاریم و اینجا هم یه ریدستون بلاک و اینجا دیسپنسر که لطفا نمیتونه دیسپنسر. خب بچه ها حالا ببینین. خب مشکل نیست. حالا ببینین من اینجا لیور میذارم توی یه وادر باکت و سبب مهم نیست. یکی هم حالا بس من آدم تستی میسازم اینو. خب بچه ها نه اینجا چون من خب بچه ها ببخشید من صفم اینجوری شد ساعت 9 شد من پریدو به تایم بود ببخشید. خب درست شد من ترسیدم و گفتم ما که رفتم باگ خب بچه ها ببین یه ذره اینجا با دست خالی ماین کنین که این در خدا نکنه نیان ریدستون نیان اینا جن بزنن تو ساعتتون مثل اون جایی که دیدی. خب بچه ها خدا رو شکر این اینجوری شد. آهان. خب بچه ها همون طوری که الان میبینین من با زدن این دکمه سیستم TNT رو میتونم فعال کنم و با زدن این دکمه سیستم کلاش هم رو میتونم فعال کنم. به همین سادگی. دوستان کیف کردید و با زدن این دکمه دوباره میتونم این سیستم ها رو غیر فعال کنم. ببینید بچه ها یه سیستم ها من نذاشتم ببخشید. سیستم قطع کردن این آب اینجا. خب چجوری این سیستم رو بسازیم کاری نداره واقعا آسونه چیزم که رفته. خب دوستان ببینید نوز همه اینا استیک پیستون میگم اینا بعد یه بلاک جلوش بعد یه لیور. حالا ببینید با زدن این دکمه این آبو میبنده و باز میکنه دوباره. کیف کردیم. خب حالا ببینین بچه ها من حالا اینو فعال میکنم قشنگ براتون ماین کنه که ببینید این سیستم واقعا به درد بخور. وای خب بچه ها وقتی که اولا ماینتونه باید آبم به ساعت همزمان بزنید که
که از این شکلی شدن و خراب شدن ساز جلوگیری کنه. حالا اگه شما هر مابی وارد و اینا بزنی اینجا میره. من حوصله ندارم دوباره این سازه رو بسازم. برای هم حواستون باشه اولای کار تا نزدیک ارتفاع 30 بلاک نرفته پایین اینا آبم بذارین یا اینکه ارتفاع اینو خیلی بالاتر بسازین. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت هم فراموش نشه. تو چرا دیگه کار میکنی؟ خب خداحافظ.